بیننده های همین لحظه با ما پیوستن و بیننده برنامه صبح میوان هستن. امید است آخرین دقایق یعنی تا ساعت 9 صبح با ما باشین و رسیدیم به بخش صحت. بله. و قسمی که بر شما ایزان بر ما الله نایب خیل رئیس انستیتوت همراز قلبی دانشگاه کابل با ما هستند. خدا کنه که تاییدم با ما بوده باشین و بخش صحت هم فراموش نکنید. سلام، صبحتون بخیر. خوش آمدید. دکتر شبیزی که تشریف آوردین و در آغاز یک معرفی مکمل اگر در رابطه با انستیتوت داشته باشین از شما. انستیتوت قلبی پوانتون طبی کابل وانایی که در ایالت اونتاریو در شهر تورنتو کانادا موقعیت دارند اینا هم گرفتن همراه ما قبلا پلان ما جور کرده بودیم، وسایل ما آماده کرده بودیم. ضرورت به این بود که تورنتو کانادا زندگی میکنن. بسیار یک اتحادیه کلان داریم به نام اتحادیه افغان‌های اونتاریو اونجا. دکترها هستن، انجینیرها هستن. یک کمیونیتی الحمدلله بسیار کلان داریم. باز انتقال بدیم. اونا لطف کردن باور کنین که تا طفلای خرد امو یک $5 و $4 که امو دم بانک خود داشتن او رو ما آوردن دمو یک هنرمندای ما کلی یک جای شدن، یک کنسرت مشترک دارم. تعداد زیاد و هنرمندای بسیار خوب ما در کانادا هستن. دیر از جناب استاد عبدالله نوابی، جناب شادکام سپی رهبری 19 هنرمند ما کلشون با مصرف خود تالار گرفتن. پولی که از او کنسرت به دست آمد آوردن برای ما دادن و او انتقال دادن با آوردن برای ما دادن که ما کانتینر وسایل بود. 6 سال پیش را آوردیم و انتقال دادیم. باز چون قبلا ما در شفاخانه علی‌آباد کار میکردم 30 سال قبل در سرویس داخله کار میکردم، باز فاکولته به خلاص کردیم. باز ما مرکز قلبی خود آوردیم در چوکات پوانتون طبی کابل. دیگه هدفی بود که باشه که اولاد از وطن، محصلین فاکولته طب و دکترای از وطن هم از او در او سهم بگیرن و از قلبی انستیتوت امراض قلبی پوانتون طبی کابل خود نام‌های مختلف داشته. 6 سال گذشته فاینال این نام آخر است که ما انتخاب کردیم. باز بعد از او پاککاری کردیم، جای به جای کردن. موضوع برق پرابلم بود، اونجا 110 بود، اینجا 220 ولت بود و در پالوش پول نداشتیم، هوا سرد بود، برق نبود، او نبود، مشکلات زیاد. از 2 اتاق 3 اتاق شروع کردیم تا 1-2 نفر ولنتیر پیدا شد که برای ما کمک کنه. او دیگه 6 سال قبل بود. حالا الحمدلله 117 نفر استاف داریم. رئیس جمهور تشویق کردن ما را. $4 میلیون برای ما یک بیلدینگ نو خریدن، یک شفاخانه نو خریدن. $6 میلیون برای ما بودجه دادن. دیگه حال ما امرای ما استاف نو تقریبا یک خوب ورزیدی قلبی که در یک تعداد زیادشان در خارج از مملکت تحصیل کردن امرای ما هستن. جراح قلب که دکتر شب تیموریان که سالها در هندوستان عملیات بسیار مغلق قلبی کردن، آنژیوگرام و کاترایزیشن و پیس میکر و تو گپا کار کرده بودن. در ترکیه آمدن امرای ما جانشان. فعلا ما یک گروه بسیار قوی متخصصین قلبی را امرای خود داریم. بله. جناب دکتر بیشتر صحبت کنیم که کدام پروسیجرها بیشتر استفاده میشه در این جایی که شما ایجاد کردید؟ فعلا خب در استیج مریض که باید ما کوشش کردیم که این استانداردهایی که به دنیا قبول شده این استانداردها رو اینجا پیاده کنیم. بله. شما اگر انستیتوت ما بیایم نظافت و پاکی باید جدی مراعات میشه. در پالوش راجستریشن خاص
باز اکوش پروسیجرش انجام میگیرن. در پالوش همین چیز پروسیجرهایی که خارج از عملیات های قلبی باشه در اونجا انجام میشه. اصطلاحات طبی است که ما امیدوارم برای شما غیر معمول نباشه. حتی کسایی که پیس میکر داشته باشن، اما پیس میکر قلبی داشته باشن، اونا رو ما میتونیم چی کنیم. خلاصه وطن ما که تکلیف قلبی داشته باشن و در انستیتوت قلبی ما مراجعه کنن، ان شاء الله ناامید نباشن. برایشان یک راه حل پیدا میکنیم برایشان. و همونطور که پیشتر به شما گفتیم از روی کران چارج نمیکنیم. اگر چی پروسیجرها رو شما خارج از چی برین، خارج از انستیتوت برین، در حدود 30,000 40,000 50,000 افغانی میشه، ولی ما یک کران چارج نمیکنیم و همه چیز مجانی است. مشکل آنهای خود زمتنهای خود پیسه چارج میکنیم. بسیار خوب. قسمی که دکتر شما اشاره کردین، یعنی خدمات گفتین رایگان بوده و فعلا هم همین گونه است. و شرایطی که آیا شرایط خاصی داره که شخص به انستیتوت برای همه واضح است. ما مریض از بدخشان داریم، از هلمند داریم، از قندهار داریم. باور کنید که ما مریض از تاجیکستان داریم. در تابستان ها افغانای ما که در تاجیکستان تکلیف قلبی شریف میرن کابل و معاینات خود میکنن و بیخی مریضای روتین ما شده. بله و تصاویر دکتر صاحب شده. میشه که روی تصاویر هم صحبت شود. خب این جریان معاینات است که جریان معاینات است. نام کاردیاک ریهابیلیتیشن بسیار خوب موضوع است. که مریضا را برش که کسایی که تکلیف قلبی دارن باز دوباره میاین مثلا برای عملیات های قلبی روان میکنن. یا مستف انستیتوت قلبی ماست. بله. و یا هم تعمیر جدیدی که ایجاد شده. این تعمیر سابق است. تعمیر سابق است. یا هم در جریان معاینات است. در این بخش صحبت کنیم که ما نام از اینستیتوت بردیم و بیشتر جای درمانگاه است. پس چرا نام اینستیتوت به این جای انتخاب کردین شما؟ راست میگید. کسی میگن که اونجا هم تعلیم باشه، هم تربیه باشه، یعنی هم دکترای ما معسلین ما اونجا یاد بگیرن، هم دکترای ما بیاین تخصص خود بگیرن و در پالوش هم مریض درمان شود. هم در پالیوژی مریض تداوی شود که اینمی آرزوی ما بود. ما کار کنیم که در هر صورت دو طرف کار بنیادی باشه. بله. و مطمئناً که کار که شما کردین فکر میکنم در افغانستان درمانگاه یک جا باشه که بتانن مثلا هم مریض اینجا درمان شوه هم در پالویش مسئولین هم بعض چیزا رو بدانن. لطف شماست. من مطمئن هستم هر افغانی که در هر مملکت دنیا زندگی میکنه آرزوش این است که به ما مجانی و مفت ای وطن خواندیم و ایده‌ای بود که به پول ای وطن خواندیم و حال وقت ازی بود که ما باید بعد از 30 سال دوباره بیاییم و دین خود ادا کنیم. هر افغان ما مطمئن هستم بله. خب قسم که تصویر میبینیم دکتر صاحب میشه در رابطه به هم به دوستا معلومات بده؟ خب قسم که شما میبینیم اینی بخش سی تی اسکن ماست. بخش سی تی اسکن یکی از ماشین‌های بسیار قیمتی است که بون مرو اسکن داریم که سی تی اسکن ماست و تا یک مدت زیاد اینا تقریبا ما پول کافی نداشتیم که اینا را فعال بسازیم. الحمدلله بسیار پروسیجرهای در جریان است. ان شاء الله در مجانی مریض سی تی اسکن کنیم که بسیار قیمت است در بازار. در بازار عادی بسیار قیمت است. ما امیدوار هستیم این میره مفت مجانی به خدمت هموطنان. یک چیز ما میخوایم اشاره کنیم جناب دکتر صاحب، استاف که شما دارین 117 نفر و خدمات بتین. روزهای اول وقتی که تنها بودیم یا 2 نفر بودیم، نو مردم خبر شده بود
یه روزا بود که از ساعت 8 صبح تا 8 شب ما مریض میدیدیم در تا یک ساعت استاف داریم که اگر 200 نفر هم در انشالله ناامید پس نمیره و ما یک پروسیجر داریم. پروسیجر ما است که کسانی که از ولایت افغانستان میاند انستیتوت قلبی برای که یا در کدام جای دیگه تا منتظر باشن مصرف به جای نکنن، اینا رو اول میگیریم. کسانی در کابل زندگی میکنن باز برای اینا اگه ببینیم که بسیار بیروبار میشن، برای هفته آینده برای روزهای بعدی برایشون اپاینتمنت میتیم که اون پلان های آینده چی هست واسم تصمیمی که شما دارین و واسم این انستیتوت فکر میکنین تا چی اندازه دیگه میخوای پیش برن؟ قسمی که پیشتر به شما گفتم 4 میلیون دلار لطف کردن دولت جنوب بودجه دارن. بودجه ما الحمدلله با بسیار مشکلات از گرفتن بودجه هم در وطن کار آسان نیست. کشیدن از وزارت مالیه آوردن از وزارت تحصیلات عالی الحمدلله 6.2 میلیون دلار ما بودجه داریم. هدف خود رسیدیم. انستیتوت قلبی به وجود آمد، استاف به وجود آمده، یک انستیتوت پاک سوتره به وجود آمده فعلا. هدف اساسی ما است که عملیات قلبی را چطور شروع کنیم و بخش کاترایزیشن کاندیوگرام است. که این بخش آنژیوگرام و بخش عملیات قلبی را سرش کار میکنیم. انشالله امیدوار هستیم که در چند ماه بعدی که شما را ببینیم ما خبر خوش بدیم که ما عملیات قلبی را در انستیتوت خود شروع کنیم. میخوایم جناب دکتر دو سوال بکنم. یک سوالی که میخوایم یک قسم شما اشاره هم کردین ولی میخوایم عامیانه تر بر مردم عزیز ما بگین که بیشتر شما کدام امراض قلبی را مثلا عزیز که برای کوچکترین امراض قلبی میرن به بیرون از کشور، پیام شما چی است؟ خب امراض قلبی معمولا کاتگوری کلان اگر بکنیم یکی امراض کانجنیتال است، امراض که مردم با او بخش کانجنیتال قلب همین سوراخ‌های قلب یا اشکال قلب غیر منظم میباشه. در اینجا ما متخصصین ورزیده داریم که اگر اطفال میاین بسیار خوب مراحلشان طی میشن، تشخیص میشن و تا اشاره میدادیم با مشفخانه فرانسوی ها که هست امروز قرارداد کرده بودیم، حتی یک قسمت مصرف عملیاتشون میدادیم. متاسفانه کوئی چیزا فعلا موجود نیست ولی متخصصین بسیار ورزیده در بخش قلب اسکیم کاردیو است، کم شریانای خرد قلب بند میشه بعد از یک مدت بالا از 40-45 سالگی. در اینجا هم متخصصین ورزیده داریم. خلاصه هیچ قسمت از امراض قلبی در قلبی داشته باشه، چی اطفال، چی زن، چی مرد، در این انستیتوت قلبی تشریف بیارن، انشالله کارایشون نظر به توان ما، نظر به شرایط مملکت در خدمتشون است. و سوال بعدی ما راجع به هموطنای ما که خوب است که یک مسیج باشه برای هموطنای عزیز خود بدیم که هر کسی که تکلیف قلبی داره مرکز ما مفت و مجانی به اختیارشان است که بیاین، ولی یک دفعه بیاین پیش ما هم مشوره کنن آیا ارزش دومی که ما برشان یک استیمیشن برشان بدیم که احتیاط کنیم که مصرفتان چرا به هر صورت بیگانه است، شاید مصرف چارج زیاد اون را کنه، که ما برشان بگیم که این لیمیت از این لیمیت زیادتر به کس نمیتیم که خدای نکرده این بزنس هایی که در کابل است که بریم به این شفخانه بریم پولتانه بدیم، این هدف ما نیست و هیچ کار نمیکنیم، ولی برشان توصیه میکنیم که در کجا ارزانتر برتون تمام بشه. در کدام مرکز انستیتوت در دیگه دنیا حتی امراض قلبی از خود کاتگوری شده، بعض شفاخانه یک امراض مشخصه تداوی میکنن. ما برشان توصیه میکنیم شما در این شفاخانه‌های متخصصین این رشته برین تداوی میکنن. هندوستان تشریف میبرن، پاکستان، بعض برادرها و خواهرای ما به جایی میبرن اونها را که تداویشان اساسی نمیشه. موضوع مالی و تو در پا مطرح میبرن. متوقع از هموطنان خود داریم که پیش از اینکه
پروسیجر انجام میشه، تعقیب شما میتونید. عوضی که هر 3 ماه هندوستان و پاکستان و ایران برن، بیاین در مرکز ما رو تعقیب کرده میریم که باش که اختلاطات به وجود نبیه و تعقیبشون و در پالوش پروگرام شن است. احیای مجدد قلبی که در اونجا در بخش زنا جداست، در بخش مردا جداست. مردا روزای دوشنبه میان، خانم‌ها روزای چهارشنبه میان. متخصصین کاردیو ریهابیلیتیشن ما داریم. مجهز داریم که برای اینا اکسرسایز یاد میتن که برای یک تقریبا 4 هفته 3 هفته ما اینا رو ترین میکنیم، باز اینا رخصت میکنیم کمی کارا رو در خانه بکنن که دیگه یا ما برای الحمدلله کمک هایی که دوستان میکنه، یکی از جمله جناب دکتر بشر دوست و افغانایی که میاین به دیدن ما از دیگه جایا، برای ما دوا از دوا خریدن برای فارمسی ما برای کسایی که میفهمیم که توان مالی نداره دوا مجانی برشان میدیم. در پاریس یک پروسیجرهای ما مجانی است، در پاریس با توان ما در فارمسی ما دوا را مفت مجانی به اختیار شد. بله بسیار خوب. خب دکتر شما در آغاز هم اشاره کردین، مگر باز هم میشه بگین کسایی که اشخاص که تایید هم نزد شما آمدن به خاطر تداوی حتما شدن و از انستیتوت رزق شدن؟ خب ما تقریبا 6 سال است که کار ما جریان داره. از مشکل انستیتوت قلبی است، کسی که یک دفعه به انستیتوت قلبی نه دیگه جای نمیره. سرکدیم هست. اون از امون روز که پیش ما منظم میان دیگه هیچ جای نرفتن. وقتی که وضعشان خراب شد ضرورت به عملیات قلبی داشتن، ما نمیتونستیم عملیات کنیم، گفتیم برین عملیاتونه بکنین، دوباره باز تعقیبش پس میکنیم. ببینین همه راضی هستن. نظر به توان و بیچارگی که ما داریم، وطن داره، شرایط داره، با مو توان و عهد اعظم کوشش خودم میکنیم بهترین برخورد با اونا صورت بگیره. برای همسایه وجود داره. ما کوشش خودم میکنیم، خدا هیچ جای کمی و کاستی به کمی و کاستی. جناب دکتر صاحب میخوایم در رابطه با پلان‌های بعدی که روی دست است، آیا شما پلانایی دارین که چه دیگه ولایت مرکزی که مثل شهر مزار شریف، مثل هرات، قندهار، شهرهای بزرگ دیگه، و همچنان یک موضوع است میخوایم بیننده عزیزان بدانن، شاید بعض کسا بفهمن که این انستیتوت کجا هست، مرکز امیدوار هستیم که ما دیدیم که انستیتوت ما به چه صورت کلان شد. فکر کنید از یک نفر شروع کنی 117 نفر استاف پیدا کنی، از 2 اتاق شروع کنی یک انستیتوت کلان از وجود اون شعبات انستیتوت وجود بریم، بخش شمال، بخش جنوب، بخش شرق، بخش غرب، شعبات انستیتوت قلبی رو به وجود بیاریم که حداقل یک مرکز رفرال شو بر مرکز ما. در اونجا یک پروسیجر و ما امیدوار هستیم که در آینده این تبدیل شود به یک انستیتوت ملی قلبی، انستیتوت قلبی پانتون طبی کابل که دیگه تمام ضروریات قلبی هموطنان ما آدرس بله، انستیتوت قلبی پانتون طبی کابل در پوهنتون در پالوی تعمیر پوهنتون طبی کابل موقعیت داره. پالوی دروازه علی آباد روی ما لطف کنید بیاین فقط بگوین که می انستیتوت امراض قلبی کجاست، در ما اطراف و جاردوبر معرفیشون میکنه و از ساعت 8 بجه شروع میشه تا ساعت 4 بجه. فایل و گپ و از روز شنبه تا چهارشنبه انستیتوت برای هموطنان ما باز است و امیدوار هستم بازم تمام هموطنان ما تکلیف قلبی داره، چی طفل باشن، چی کلان
نمیفهم چقدر وقت دیگه مونده باشه. وقت تمام است. یک مسیج دیگه هم اگه داشته باشیم است که دکترای افغان ما که در خارج از مملکت قرار دارند، در جرمنی، در امریکا، در استرالیا، در کانادا، و در پاریس مؤسسه. با تشکر از شما که تشریف آوردید. سلامت و حال. سرویس خبری بعد از دوباره با شما هستیم. بله با ما باشه.